بورلی لنز توی 20 دسامبر سال 1963 توی آلابامای آمریکا به دنیا میاد. متاسفانه ما اطلاعات زیادی در مورد بچگی بورلی نداریم، ولی میدونیم که وقتی 16 سالش بوده به عنوان پیشخدمت توی رستورانی کار میکرده که واسه اولین بار چشش میفته به کارل کارتر. کارم موقع 19 سالش بوده و این دو نفر توی نگاه اول عاشق همدیگه میشن و بی توجه به اینکه سن هر دوتاشون خیلی کم بوده و خیلی کم از مدت زمان آشنایشون گذشته بوده، تصمیم میگیرن که با همدیگه ازدواج کنن و زندگیشون رو با هم بسازن. نتیجه این ازدواج میشه 3 پسر به اسمهای کارل کارتر جونیور، کریستوفر برایان کارتر و چاد کارتر. طبق گفته اطرافیان بورلی مادر فوق‌العاده بوده. تمرکز اصلی زندگی بورلی بچه‌هاش بودن، خیلی دوستشون داشته و اصلا به خاطر اونا کارشو ول میکنه و تمام توجهش و زندگیش میشن بچه‌هاش. همه چیز داشته خوب پیش میرفته و بورلی الان توی سنی بوده که داشته خودش مادر بزرگ میشده. بچه‌هاش از خونه رفته بودن، هر کدومشون ازدواج کرده بودن و بورلی عاشق مادر بزرگ بودن بوده. تنها چیزی که از مادر بودن بیشتر دوستش داشته مادر بزرگ بودن بوده. پسر بزرگش تعریف میکنه که هر وقت بچه ها از خونه مادر میومدن همیشه دل درد داشتن، انقدر که بهشون هله هوله و چیزای خوشمزه بوده، تا اینکه متاسفانه توی سال 2003 پسر وسطی بورلی یعنی کریستوفر برایان کارتر توی سن 19 سالگی در حالی که یه دونه دختر داشته توی تصادف رانندگی جون خودش از دست میده. این اتفاق برای خانواده کارتر خیلی ناراحت کننده بوده، چون کریستوفر خیلی توی سن کمی فوت کرده بوده و یه بچه داشته و خیلی اتفاق ناراحت کننده ایه. این بورلی رو نابود میکنه، چون بورلی خیلی بچه‌هاشو دوست داشته، ولی بورلی خیلی زن قوی بوده و کسی نبوده که بذاره چنین اتفاقی کامل از پادرش بیاره. برای همین توی سن 50 سالگی با وجود اینکه همه بچه‌هاش از خونه رفته بودن، با توجه به مشکلات مالی که خانواده‌شون داشته و اینکه میبینه که دیگه بچه‌ها نیستن که ازشون مراقبت کنه و این تنها بودن داره اذیتش میکنه، برمیگرده به بازار کار. اول به عنوان منشی کار میکنه، ولی میبینه این کار اصلا اون چیزی نیست که دوست داره و با شخصیت بورلی جور در نمیاد. برای همین تصمیم میگیره بره دوره مشاور املاک شدن ببینه و تو سن 50 سالگی میره، مدرکشو میگیره و شروع میکنه کار کردن به عنوان مشاور املاک. بورلی توی این کار فوق‌العاده بوده. همه میگن که واسه این کار به دنیا آمده بوده. خیلی آدم سرزنده‌ای بوده، دوستانی داشته. بر همین معمولا بعد از اینکه این معامله رو جوش میداده همیشه با مشتریاش دوست میشده و توی شهر خودشون واسه خودش قشنگ یه سلبریتی شده بوده، همه میشناسنش. بهترین مشاور املاک اون شرکتی بوده که توش کار میکرده و همچنین توی ایالت آرکانزاس که بورلی توش زندگی میکرده شماره 5 بوده و توی شهر خودشون شماره اول بوده. بورلی خیلی کارشو دوست داشته و خیلی هم توش موفق بوده. بریم سراغ شهری که بورلی و خانواده‌اش توش زندگی میکردن. بورلی توی شهرستان لیدل راک آرکانزاس زندگی میکرده که خیلی جای جالبی واسه زندگی کردن نبوده. به حدی که طبق آمارهای سال 2014 لیدل راک 19 توی رتبه بندی 19مین شهر بین بدترین شهرهایی که شما میتونستید واسه زندگی کردن انتخاب کنید. همچنین نرخ جرم و جنایت توی ایالت آرکانزاس 4 برابر ایالت‌های دیگه بوده. برای همین خیلی جای جالبی واسه زندگی کردن نبود. توی سال 2014 ماه سپتامبر یه زوجی با بورلی تماس میگیرن و خودشون رو به اسمهای کریستال آدامز و استیون آدامز معرفی میکنن و میگن که ما میخوایم از یه ایالت دیگه بیایم که آرکانزاس زندگی کنیم، دنبال یه خونه متوسط میگردیم و کش بایر هستیم. کش بایر هایی هستن که کل معامله رو به شکل نقدی انجام میدن و این معامله جزو اون تیپ معاملاتی که مشاورین املاک خیلی دوستش دارن، چون همه چیز خیلی سریع اتفاق میفته، همه چیز خیلی راحته و بورلی خیلی داشته تلاش میکرده که این معامله خوب جوش بخوره. خودشون یه خونه ای رو معرفی میکنن و میگن که این خونه نظر ما رو جلب کرده. این قضیه بر بورلی یه خود عجیب بوده، چون طبق پروفایلی که از اون زوج داشته این خونه اون چیزی نبوده که به درد این زوج بخوره. بورلی اون خونه رو میشناخته، تقریبا توی منطقه امنی بوده، خیلی جای آشنایی بوده برای بورلی، ولی یه مدتی بود که خالی بود و توی بازار بود و بورلی میدونست که این خونه واسه این زوج چیز جالب و مناسبی نیستش و اینکه کسی که اصرار داشته به دیدن این خونه شوهر این زوج یعنی استیون آدامز بوده و بورلی مشکوک میشه بهش. برای همین پشت تلفن بهش میگه که شرکت ما اجازه نمیده که من تنها شما رو توی این خونه ببینم و اگر مثلا قراره که همو ببینیم من یک نفر دیگه هم با خودم بیارم. که اون موقع استیون گوشی رو میده به همسرش کریستال و کریستال به بورلی میگه که منم اونجا حضور خواهم داشت و برای همین بورلی
تلاش میکنه بهشون اطمینان کنه، چون بیاید تصور کنیم که بولی خیلی آدم مهربونیه، خیلی رفتار دوستانه با مردم داره و اون خونه رو میشناخته، اون محله خیلی برای بولی آشنا بوده. برای همین تصمیم میگیره که به هر حال این قرار رو بذاره. 26 سپتامبر سال 2014 ساعت 6 قرار میشه که بولی بره و این خونه رو به زوج آدامز نشون بده. 26 سپتامبر برای بولی روز خیلی شلوغی بوده، ولی به هر حال روز خوبی بوده، چون صبحش توی ادارهشون یه مسابقه‌ای داشتن که بولی $50 برده بوده. خیلی روز خسته کننده‌ای بوده. ساعت 5:30 با شوهرش کار تماس میگیره و میگه که من این خونه رو میرم نشون میدم، کارم تموم میشه، برگشتنی شام میگیرم و با هم دیگه شام میخوریم. بولی میره خونه رو نشون بده و کارل منتظرش میمونه. 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، ساعت 9 شب میشه و هنوز هیچ خبری از بولی نبوده و این اصلا شبیه شخصیت بولی نیست، چون بولی از اون آدمایی بوده که به عنوان مشاور املاک همیشه گوشیشو جواب میداده، همیشه گوشیش دستش بوده، اگه میخواسته دیر بیاد خبر میداده و کارل هم اون خونه رو میشناخته، اون خونه خیلی نزدیکشون بوده و خونه ای نبوده که انقدر نشون دادنش زمان ببره. برای همین نگران میشه و با پسر بزرگش یعنی کارل کارتر جونیور تماس میگیره و میگه که بولی قرار بوده که برگرده ولی برنگشته و من خیلی نگرانشم. کارل کوچیک میگه که احتمالاً چیزی نیست، بیا خودمون رو نگران نکنیم، ما خونه رو میشناسیم، بریم خونه رو یه چک بکنیم ببینیم احتمالاً مامان اونجاست. اونا میرن خونه رو چک میکنن و اولین چیزی که نظرشون رو جلب میکنه ماشین بولی بوده که بیرون خونه پارک شده بوده و وقتی کارل میره ماشین رو نگاه میکنه میبینه که کیف دستی بولی و پوشه‌هاش هنوز داخل ماشینن، بر همین فکر میکنه که احتمالاً بولی داخل خونه است. ولی وقتی خونه رو میگرده میبینه که هیچ کس داخل خونه نبوده و این خیلی نگران ترشون میکنه. برای همین تصمیم میگیرن که به پلیس خبر بدن. وقتی به پلیس خبر میدن، پلیس میاد همون لحظه خونه رو میگردن، نوار زرد میزنن و به عنوان صحنه جرم میبندن. تمام میگذره و الان ساعت 1 شبه. همه نگران بولی اند. دوستاش هیچ خبری ازش ندارن، خانواده‌اش هیچ خبری ازش ندارن. پلیس وارد صحنه شده و کاراگاه جف الیسون این پرونده رو گردن گرفته. جف تعریف میکنه که وقتی که وارد خونه شدم به نظر نمیومد که خیلی اتفاق خاصی توش افتاده باشه، چون همه خونه رو گرد و خاک گرفته بود و گرد و خاک توی خونه تقریبا دست نخورده بودن، به غیر از یه نقطه خاص که گرد و خاکش کاملا به هم ریخته بود و جوری به نظر میومد که توی این نقطه درگیری رخ داده. به نظر جف هر اتفاقی که بر بولی افتاده بوده با دست خودش نبوده و خودش نرفته بوده. ساعت 1 شب کارل 3 تا پیام از بولی دریافت میکنه با این مضمون که بله، حالم خوبه، رفتم نوشیدنی بخورم. وقتی کارل به پسرش میگه که از مادرت پیام دریافت کردم، اولش پسرش خیلی خیالش راحت میشه که خب باشه، ما الکی شلوغش کردیم، اتفاقی نیفتاده. ولی وقتی پیاما رو میبینه خیلی نگران میشه، چون اولا که مادرش آدم مشروب خوردن نبوده، دومم حتی اگر میخواسته مشروب بخوره هر کسی که امکان داشته باهاش بره بیرون الان توی خونهشون بوده و نگرانش بودن و اینطوری نبوده که یه آدمی وقتی میخواسته بره بیرون با دوستاش نوشیدنی بخوره نه کیفشو ببره، نه کیف پولشو ببره، نه ماشینشو ببره، نه به کسی خبر بده. ولی چنین آدمی نبوده و این شرایطو از همیشه مشکوک‌تر می‌کرده. به علاوه این 2 تا از دوستای بولی هم ازش پیام دریافت میکنن که یکیشون در جوابش میگه که بولی اون پوشه قرمز رو برداشتی. پوشه قرمز بین مشاورین املاک یه جور کده واسه وقتی که توی مشکل میفتن، که مثلا اگر اون پوشه قرمز رو بگن که بله برداشتم یعنی من توی مشکلم، بیاید نجاتم بدید، با پلیس تماس بگیرید و چنین شرایطی. ولی هیچ پیامی از بولی دریافت نمیکنه. تو این لحظه جف مطمئنه که اتفاقی برای بولی افتاده. امکان نداره که بولی انقدر اطرافیانش نگران بکنه و اینطوری محو بشه. پلیس شروع میکنه رد تلفن بولی رو زدن و ردش رو تا یه جایی نزدیک مرز ایالت میزنه، ولی وقتی اطراف اون ناحیه رو میگردن هیچ اثری از بولی نبوده. تا این لحظه بولی به عنوان یک شخص گم شده گزارش شده بوده و کل شهر دنبال بولی میگشتن. بولی بر خودش سلبریتی بوده و خیلی از آدما میشناختنش، خونشون رو ازش خریده بودن و بهش اطمینان داشتن. برای همین کل شهر میافتن دنبال بولی، تلاش میکنن پیداش بکنن و جف شروع میکنه به مصاحبه کردن با افرادی که اون اطراف زندگی میکردن و یکی از همسایه‌ها میگه که من یه ماشین مشکی دیدم اون روز و یه مرد قد بلند لاغر با موهای قهوه‌ای کوتاه. وقتی که توی ماشین بولی رو میگردن
یه پوشه پیدا میکنن واسه افرادی که ببلی قرار بوده اون روز باشون قرار داشته باشه. 2 آدرس ایمیل و 2 شماره پیدا میکنن که هم آدرس ایمیل ها فیک بودن هم شماره تلفن ها. ولی وقتی که پلیس ردشون رو میزنه میرسه به اسم یه فردی به اسم ارن لوئیس. ارن 34 سالش بوده و از سابقه یک سری جرایم پیش و پا افتاده هم داشته و همچنین پروفایلش کاملا با اون چیزی که همسایه اون خونه توصیف کرده بوده یکسان بوده. برای همین جف و پلیس تصمیم میگیرن که برن خونه ارن و یه سری بهش بزنن و ازش سوال کنن و وقتی که نزدیک خونه میشن متوجه میشن که فقط اونا نبودن که دنبال ارن میگشتن. همون لحظه که وارد اونجا میشن ارن فرار میکنه و یه فیلم سریع و خشن کامل اونجا اتفاق میفته. پلیس میفته دنبال ارن فرار میکنه تا اونجایی که ارن تصادف میکنه و پلیس میبرنش شهرستان. و طبق قانون پلیس وقتی که ارن در حال معاینه شدن بوده حق نداشتن که برن پیشش و ازش سوال بپرسن. برای همین بیرون منتظر میمونن تا ارن درمان بشه بعدش برن ازش سوال بکنن. توی همین فاصله جف وارد خونه ارن میشه و میفهمه که ارن و همسرش کریستا وری با همدیگه زندگی میکنن و توی خونهشون عملا یک عالمه مدرک جرم بوده. مدارکی مثل جعل هویت، دزدی، ولی هیچ اثری از ببلی توی خونه نبوده. پلیس منتظر ارن میمونن 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت تا اینکه بالاخره میفهمن که ارن قرار نیست بیاد بیرون چون دوباره فرار کرده بوده. تو این لحظه جف و اداره آگاهی تصمیم میگیرن که عکس ارن رو پخش کنن به عنوان شخصی که احتمالاً توی پرونده ببلی دست داشته و این شده بوده مهمترین خبر اون شهر. همه مردم شهر داشتن در موردش صحبت میکردن و توی همین لحظه توی یه مغازه 2 آدم نشستن دارن در مورد پرونده ببلی بحث میکنن. برمیگردن شیشه بیرون رو میبینن و اولین چیزی که به چشمشون میخوره ارن توی ایستگاه اتوبوس بوده و منتظر اتوبوس بوده. یکی از این آدمات با 911 تماس میگیره و میگه که من یه نفر توی ایستگاه اتوبوس میبینم و به نظرم این آدم خیلی شبیه ارن لوئیسه و میخوام برم باهاش صحبت کنم. میره یه سری سوال معمولی ازش میپرسه مثلا اینکه ساعت چنده و مطمئن میشه که این فرد خود ارن لوئیسه. ارن توی اون لحظه تصمیم میگیره که گوش نشه و بلند میشه میره توی یه مغازه ساندویچ فروشی و توی مغازه ساندویچ فروشی 5 نفر ارن رو میشناسن و شروع میکنن دنبال کردنش. ارن فرار میکنه، اونا میدونن دنبالش و ارن میره از طبقه دوم ساختمانی میپره پایین. آسیب میبینه ولی به هر حال بالاخره پلیس دستگیرش میکنن. جف میدونسته احتمالاً ارن یه چیزی میدونه، در غیر این صورت دلیلی نداشته که انقدر واسه فرار کردن تلاش کنه. وقتی که ارن رو میبرن توی اداره پلیس اولین چیزی که میگه اینه که من فقط به یه شرط صحبت میکنم و اونم اینه که هیچ کدوم از حرفایی که من میزنم ضبط نشه. مکالمات ما نباید ضبط بشن. و یه چیزی که هست توی قانون آمریکا ما یه چیزی داریم اسم one-sided party state یا double-sided party state و اینطوری که اگر یه ایالتی one-sided party state باشه اگر فقط یک طرف از بین طرفین خبر داشته باشن که این مکالمه داشته ضبط میشده اوکیه، ولی اگر دابل پارتی استیت باشه هر دو طرف باید بدونن که این مکالمه داره ضبط میشه. آرکانزاس وان سایدد پارتی استیت بوده، برای همین نیازی نداشتن که به ارن اطلاع بدن که این مکالمه داشته ضبط میشده و ارن شروع میکنه صحبت کردن. داستانی که تعریف میکنه اینه که ما بورلی رو دزدیدیم و بردیمش یه جایی و الان بورلی زنده است، بورلی حالش خوبه و من اصلا به شما میگم که بورلی کجاست و راهنماییتون میکنم بورلی رو پیدا کنید. وقتی پلیس ازش میپرسه این مایی که داری ازش صحبت میکنی کیه، میگه که من و یه شخصی به اسم ترور قرار شده بورلی رو در ازای $10,000 نگه داره. آخرین باری که من بورلی رو دیدم بورلی با ترور بوده و حالش خوب بوده، قرار شد ترور نگهش داره. الان من شما رو میبرم پیش ترور و بورلی و میبینید که حالش خوبه. واسه اثبات حرفش هم میگه که گوشیمو بهم بدید تا بهتون مدرک نشون بدم. پلیس در این مورد خیلی مشکوک بودن چون ممکن بود اگر گوشیشو بهش بدن یه سری اطلاعات خیلی مهم رو پاک کنه، ولی در نهایت تصمیم میگیرن که بهش اطمینان کنن و گوشیشو بهش میدن و اون لحظه یه فایل صوتی نشون میده بهشون که احتمالاً اگر یوتیوب گیر نده فایل صوتی رو براتون میذاریم. Do what he says and please don't call the police. If you call the police, it could be bad. Just want you to know I love you very much. جف و ارن را میافتن به اون سمت و توی این مدت ارن یه عالم از خودش تعریف میکنه، از زندگیش میگه، از بدبختیاش میگه که من با همسرم مشکل داشتم، پول لازم داشتم، برای همین تصمیم گرفتم بورلی رو بدزدم. و وقتی ازش میپرسن که چرا بورلی، میگه که
بولی زن بود و تنها کار میکرد و به نظرم پولدار بود و وقتی که اسمش رو سرچ کردیم توی گوگل اولین شخصی که اومد بالا بولی بود و تنها دلیلی که بولی رو انتخاب کردیم همین بوده. پلیس میرسن اونجا و جف میگه که بولی نه تنها اونجا نبود تو اون لحظه، بلکه بولی هیچ وقت اونجا نبوده، چون هیچ اثری از وجود بولی تو اون مکان نبود و پلیس الان عملا دیگه عصبانی شده بودن که داره چی کار میکنی. توی همین موقع پلیس تونسته بودن رد ترور رو بزنن و میفهمن که ترور وجود داره، ولی ترور اون زمان توی پایگاه هوایی ارتش بوده و نه تنها رئیسش بلکه رئیسش هم تایید میکردن که ترور توی زمان ربوده شدن بولی سر کارش بوده و نمیتونسته توی این قضیه دست داشته باشه. ولی ترور به پلیس میگه که من احتمال میدم که 100% کریستال و ایرن دارن با هم دیگه کار میکنن. این زوج دیوونن و هر کاری که بخوان انجام بدن 100% دارن با هم دیگه انجام میدن. بعدش ایرن یه آدرس دیگه میده، این دفعه تو 1.5 ساعته از همون محل قبلی، و میگه که نه، من بولی رو اینجا دیدم آخرین بار با ترور، اینجا بسته شده و اینجاست، برید اینجا پیداش میکنید. پلیس میره اونجا و میبینن که بولی اونجا هم نبوده، نه که الان نیست بلکه هیچ وقت اونجا نبوده، هیچ تروری تو این قضیه نیست و ایرن عملا داشته با پلیس بازی میکرده. تو این لحظه اف عصبانی بوده و کل پلیس واقعا نگران بودن، چون هر لحظه‌ای که میگذشته احتمال زنده پیدا شدن بولی کمتر و کمتر بود. توی این موقع جف یه چیزی به چشش میاد و اون این بوده که ایرن 2.5 ماه پیش از یه شرکتی به اسم آرگوس اخراج شده بوده. این شرکت سیمانسازی بوده که خیلی نزدیک اونه‌ای بوده که بولی به ایرن نشون داده بوده. جف میره توی اتاق و اسم این شرکت رو میاره و طبق چیزی که خودش تعریف میکنه واسه اولین بار نگرانی رو توی چهره ایرن میبینه. برای همین یه گروه تجسس میفرستن توی محوطه اون شرکت واسه اینکه ببینن آیا اونجا میتونن چیزی پیدا کنن یا نه. کارخونه آرگوس اینطوریه که خودش یه کارخونه خیلی بزرگه و پشتش هم تماما با جنگل پوشیده شده و همین جای کوچیکی واسه گشتن نیست. وقتی تیم جستجو کار خودشون شروع میکنن، یکی از افسرها تعریف میکنه که من پشت کارخونه توی جنگل یه یخچال دیدم و به نظرم خیلی غیر منطقی بود که یخچال وسط جنگل همینطوری ول شده باشه. برای همین رفتم چکش کردم و دیدم که چیز خاصی نیست. وقتی داشتم به سمت کارخونه برمیگشتم پام به یه چیزی گیر کرد و با صورت افتادم زمین. وقتی که برگشتم دیدم که پام به یه دست گیر کرده و متاسفانه وقتی که اونجا رو میگردن میبینن که اون دست در واقع دست بولی بوده و بولی خفه شده بوده. تو این لحظه جف تعریف میکنه که از بولی عکس میگیرن و عکس رو میبره میکوبه روی میز و میگه که چی کارش کردی؟ چرا کشتیش؟ تو این موقع کریستال هم دستگیر شده و کریستال خیلی سریع قبول میکنه که به شرط اینکه حکمش رو کم کنن با پلیس همکاری کنه، تمام حقیقت رو بگه و بر علیه ایرن هم شهادت بده. ایرن یه اعتراف 34 صفحه‌ای می‌نویسه و توش با جزئیات کامل توضیح میده که اون روز چه اتفاقی افتاده بوده و طبق گفته‌های ایرن وقتی که وارد خونه میشه اولش بولی خود بهش مشکوک میشه چون که کریستال همراهش نبوده. کریستال اون روز مجبور میشه که بره سر کار، برای همین ایرن تنها میره تو خونه و کریستال با بولی تماس میگیره و بهش میگه که متاسفانه من نتونستم بیام، خیلی متاسفم، ولی اگر میشه همزمان که داری خونه رو به ایرن نشون میدی برای منم از خونه عکس بفرست که اینطوری هر دوتامون با هم بتونیم خونه رو ببینیم. بولی شروع میکنه توضیح دادن در مورد خونه و میرسن به طبقه دوم و ایرن میگه که وقتی که بولی پشتش به من بود محکم کوبیدم پشت گردنش، بعد دستاشو با چسب بستم، پاهاشو با چسب بستم، دور دهنشو با چسب بستم و بهش گفتم که تو قراره روز خیلی بدی داشته باشی. بعد از اون گذاشتمش پشت ماشینم و بردمش یه جایی توی فاصله دقیقه شهر، همون جایی که پلیس تونسته بوده رد گوشی بولی رو بزنه. همون موقع بوده که این فایل صوتی رو ضبط کردیم. بعدش میبینم که اونجا امن نیست، برای همین تصمیم میگیرم که بولی رو بیارم خونمون و توی دستشویی خونه خودمون نگهش دارم. همین موقع کریستال از سر کار برمیگرده. این دو نفر در وهله اول متوجه میشن که کیف بولی رو با خودشون نیاوردن و بخش اصلی نقششون این بوده که اولا از بولی بخوان که از کارل پول بخواد و اینکه حسابهای بولی رو خالی کنن، ولی واسه خالی کردن حساباش کارتاش رو لازم داشتن که هیچ کدومو نیاورده بودن. به علاوه اینکه نمیتونستن با همسرش هم ارتباط برقرار کنن چون میخواستن پول به حساب بولی بزنن و الان حسابای بولی رو هم با خودشون نداشتن.
ارن تعریف میکنه که من برمیگردم خونه تا کارتای ببلی رو با خودم بیارم و اون موقع میفهمم که کل محوطه بسته شده، پلیس اونجا رو به عنوان صحنه جرم در نظر گرفته و تا پلیس جلوی خود منو میگیره و من میگم که این اطراف زندگی میکنم و اونا ولم میکنن که برم. بعد از این اتفاق ارن حسابی استرس گرفته بوده و ترسیده بوده و کریستال متوجه میشه که توی دستشوی خونشون یه سری دارو داشتن که داروها به اسم کامل و درست کریستال ردی و ارن لوئیس بوده و اگر ببلی رو رها میکردن احتمالاً به راحتی میتونست تشخیصشون بده. برای همین تصمیم میگیرن که ببلی رو بکشن. ارن ببری رو میذاره پشت ماشینش، با کریستال میرن توی مغازه بیل میخرن و ارن تعریف میکنه که یه قبر خیلی کم عمق کندم، دور دهنش، چشماش و صورتش رو کاملا با چسب پوشوندم و بعدم دفنش کردم. طبق گزارش پزشکی قانونی بولی در اثر انسداد راه تنفسی خفه شده. پرونده بولی تقریبا تموم شده بوده و داشتن میفرستادنش برای دادگاه که ارن تصمیم میگیره که من میخوام حرفایی که زدم رو عوض کنم. اولا که ارن میگه که من خودم میخوام از خودم توی دادگاه دفاع کنم و این خیلی چیز عجیب غریبی بوده چون که ارن هیچ پیش قضایی نداشته، هیچ اطلاعاتی نداشته که بتونه از خودش دفاع کنه، ولی میگه که من میخوام خودم این کارو بکنم و طبق قانون چنین حقی داشته. و اینکه داستانم من میخوام عوض کنم. این کل حقیقت نبوده. این چیزایی که من گفتم اصلا واقعی نیستن. ازش میپرسن بسیار خوب، داستان واقعی که تو میخوای بگی چیه؟ میگه که ببینید من و کریستال از قبل ببلی رو میشناختیم. ما هم توی یه باری توی منفیس دیده بود و اصلا ببلی با من و کریستال داشت به شوهرش کاره خیانت میکرد و در واقع یه رابطه کاملا رضایت داده شده بود و قراری هم که توی این خونه گذاشتیم به خاطر این بود که این خونه خالی بود و این خونه خالی بود و قرار بود که ما توی این خونه همدیگه رو ببینیم. بعدش میگه که بولی اومد توی خونه ما و وقتی که من بیرون بودم با کریستال رابطه جنسی داشت و در طول این رابطه یه چیزی اشتباه پیش رفت و بولی جون خودش رو از دست داد. بعدم میگن که خب این نوار صوتی چیه؟ چرا قضیه آدمربایی چیه؟ قضیه‌ای که می‌خواستی پول بگیرید چیه؟ میگه که وقتی که دیدیم بولی فوت کرده تصمیم گرفتیم خب یه پولی هم از این قضیه در بیاریم و نوار صوتی هم خودم درست کردم، با یه نرم افزاری رو کامپیوتر خودم درست کردم. وقتی ازش پرسیدن که چطور درست کردی گفت نمیدونم، یادم نمیاد با چی درستش کردم و چطوری درستش کردم، ولی خودم درستش کردم. و این داستانی بودی که باهاش میره جلو، ولی بعدا متوجه میشه که خودش نمیتونه تو دادگاه از خودش دفاع کنه و آخر از یه وکیل کمک میگیره. در طول دادگاه خانواده بولی خیلی داشتن اذیت میشدن چون بچه‌هاش میگن که ما مادرمون رو میشناختیم و مادر ما آدمی نبود که چنین وصله‌هایی بهش بچسبه. مادر ما چنین شخصی نبود و اینکه داشتیم می‌دیدیم میراث مادر ما اینطوری داشت توسط یه آدمی به این قباحت از بین میرفت واقعا اذیت کننده بود. هیئت منصفه بعد از یه مشورت 2 ساعته تصمیم گرفتن که ارن لوئیس گناهکاره و 2 تا حبس ابد بهش دادن و کریستال به خاطر همکاری که با پلیس داشت به 30 سال زندان محکوم شد. در سال 2020 کریستال یه دونه نامه مینویسه و درخواست عفو میکنه و میگه که من اشتباه کردم، الان به راه خدا برگشتم. آدم‌ها اون اشتباهایی که میکنن نیستند و درخواست عفو میکنه که درخواست عفوش رد میشه. پسر بزرگ بولی سازمانی رو راه میندازه به اسم بیورلی کارتر فاوندیشن که کار اصلی این سازمان افزایش آگاهی برای حفاظت از مشاورین املاکه و از سال 2014 تا الان یه عالمه کارهای مهم کردن و تونستن جون خیلی از آدم‌ها رو نجات بدن.